با عرض سلام و ادب با شما شوکتی محمد هستم. طول این چند دقیقه برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا دقت دهید به سرخط موضوع ها. سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواست که همه 11 عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آزاد کند و به آنها جبران معنوی پرداخت نموده عاملان بازداشت آنها را به جوابگری کشد. کمیته زنان یک کاربرش را به خاطر تحقیر نیلوفر رجب‌آوا تنبیه داده است. در تاجیکستان من بعد عید کارتاشکا تجلیل می شود. 10 دانشجوی تاجیک در شهر ووهان چین باقی مانده اند. 7 نفر آنها تب بلند داشته اند. گروه کاری سازمان ملل متحد عاید بازداشت‌های خودسرانه همچون با نفوذترین نهاد بین المللی در سطح جهان دیروز 11 فوریه 2020 بعد از بحث بررسی و تحقیق پرونده های زندانی 11 نفر از اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خلاصه رسیده است که بازداشت و محکوم شدن این 11 زندانی به مدت‌های دراز دارای انگیزه سیاسی بوده برخلاف قانون‌های بین المللی سرعت گرفته است. گروه کاری سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان طلب نموده است که 11 زندانی سیاسی سید عمر حسینی، محمد علی فیض محمد، زبیدالله رازق، حکمت الله سیف الله زاده، عبدالقهار دولت، قیام الدین عوض، رحمت الله رجب، واحد خان قاصدینوف، محمد شریف نبیف، عبدالصمد غیرتوف و سعدالدین رستم را فوراً آزاد کرده به آنها خسارات پرداخت کند. گروه کاری سازمان ملل متحد همچنین از حکومت تاجیکستان طلب کرده است که فوراً یک گروه تحقیقاتی تشکیل نموده قضیه آنها را بررسی نماید و کسانی را که در زندانی کردن آنها دست داشتند مجازات نماید. این گروه کاری از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور سودی و ادوکات ها همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و تروریسم و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه درخواست نموده است که اقدامات لازم را در این مورد انجام دهند. همچنین گروه کاری سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان طلب کرده است که این قرار گروه کاری را در رسانه‌های تاجیکستان نشر و تبلیغ نماید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد از خلاصه سازمان ملل متحد مبنی بر سیاسی بودن بازداشت 11 عضو ارشد این حزب و طلب آن برای آزادی این نفران استقبال کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این طلب سازمان ملل متحد از تاجیکستان را با نشر یک اظهارات قدمی مثبت در راستای آزادی زندانیان و رهایی مردم کشور از استبداد و دیکتاتوری نامید. در اظهارات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته می شود که این حکم بار دیگر ثابت می کند که تمام اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندانهای کشور بیگناه بوده قربانی سیاستهای خانوادگی و قدرت طلبی الیتی حکمران شده اند. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن اظهاراتش از حکومت تاجیکستان قاطعانه طلب کرد که هرچه زودتر این 11 نفر و همچنین محمد روزی اسکندروف، زید سیدوف، بزرگمهر یاروف و محمد علی حید که سازمان ملل متحد آزادی آنها را نیز از حکومت تاجیکستان طلب نموده است فوراً آزاد نماید و عاملان زندانی شدن آنها را هرچه زودتر مجازات کند و با این راه عهده‌داری‌های قانونی و بین المللی خود را انجام دهد. علاوه بر این ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، خانه آزادی و دیگر سازمان‌های حامی حقوق بشر درخواست کرد که حکومت تاجیکستان را برای اجرای این حکم وادار کنند. در اظهارات آمده است که ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین از کشورهای دموکراتیک و سازمان‌های بین المللی درخواست می‌کند مقامات را که در زندانی شدن این افراد بیگناه دست داشته‌اند وارد لیست تحریم ها نماید. حالا در خط علاقه با ما رهبر دفتر مطبوعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بابا جان قیومزاد حضور دارند.
اولا درود بر شما و تشکر که این لحظه با مایید. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان برنامه پیام نیوز. می گفتید که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چگونه میسر شد سازمان ملل متحد را متقاعد کند که واقعا زندانیان عضو ارشد این حزب غیر قانونی حبس شده اند و حبس آنها خاراکتر سیاسی دارد؟ البته جا دارد که بار دیگر از دستاندرکاران و کسانی که در این قضیه زحمت کشیدن تلاش کردن تشکر کنیم و واقعا هم برای اثبات این قضیه تلاش های اندک نشده است. نزدیک به خصوص برای این 11 نفر زندانی شاید حدودی 8 ماه تلاش شده است تا این قضیه به طور کامل به اثبات برسد و در سازمان ملل به ثبت برسد و تشکر میکنیم از سازمان فریدم ناو به خصوص که اون تمام مراحل رو خودش زیر نظارت گرفت و این قضیه رو تا به آخر پیش برد. البته من باید چند نکته رو ذکر کنم. یکی اینکه در این روند یک بخشی کاری این سازمان مربوط میشد به اثبات چگونگی بازداشت این زندانیان که آنها توانستند از روند بازداشت زندانیان شروع کرده تا نگهداری در بازداشتگاه تا زمانی که آنها از ادوکت خود محروم شدند و ادوکت های آنها حتی بازداشت شدند. بعدش حتی روند نگهداری آنها در بازداشتگاه و روند شکنجه آنها، همه این مراحل از طرف این سازمان و گروه کاری تحقیق شد، بررسی شد و تمام این روند اثبات کرد که اینها بیگناه هستند و اینها با انگیزه های سیاسی بازداشت شدند و تمام این مراحل را البته این سازمان پیگیری کرد و جا دارد تشکر کنیم از تمامی کسانی که از داخل کشور هم در این زمینه تلاش کردند، کوشش کردند و کمک کردند برای به ثبت رسیدن این پرونده. برای مثال اگر یادتون باشد چند وقت پیش جمشید یارف نواری را پخش کرد که محمد علی حیی درباره شکنجه شدنش در بازداشتگاه صحبت میکرد و این نوار را جمشید یارف به هر راهی که توانسته بود از کشور خارج کرد و اون را نشر کرد و این یک دلیل واقعی بود برای این سازمان ها و مثل این دلیل ها کم نبود و چگونه که شما میدونید در اینجا ویدیوهای هم بودن که از جریان محاکمه این گروه ثبت شده بودند و این ویدیوها هم بی تاثیر نبودند چون جریان محاکمه این گروه بازداشت شده یک جریان واقعا هم خنده‌آور بود و وقتی که این جریان از طرف یک گروه بی‌طرف بررسی می شود طبیعی است که بیگناه بودن اونها رو ثابت میکند و در تاجیکستان این رو به طور مخفی برگزار کردن این دادگاه محض به همین خاطر بود که اونها هیچ دلیلی برای اثبات گناه این گروه نداشتند. به نظر شما آیا مقامات تاجیکستان این درخواست سازمان ملل متحد را به اجرا میرساند یا نادیده میگیرد؟ اگر این درخواست سازمان ملل متحد را مقامات تاجیکستان نادیده گیرد چی پیامدهایی بوده میتواند؟ اما درباره این که شما گفتید آیا این حکم را تاجیکستان اجرا خواهد کرد یا نه و اگر اجرا نکند چی خواهد شد؟ ببینید در دنیا سازمان‌های زیادی هستند، کشورهای زیادی هستند که کشورهای دموکراتی و آزاد نیستند ولی مجبور شدند تا حکم سازمان ملل را اجرا کنند و با این حکم گوش فرا دهند، سری تعظیم فرود بیارند و بدون هیچ چون و چرا تسلیم حکم این طلب سازمان ملل شوند و حکومت تاجیکستان طبیعی است که در اول این حکم را نخواهد پذیرفت و اون رو از اون پیروی هم نخواهد کرد، زیرا اون میداند، خودش میداند، خوب میداند که این افراد بیگناه هستند و زندانی شدن آنها انگیزه سیاسی دارد. اما
مرحله بعدی مرحله کاری ما مخالفین است. مرحله است که ما بتوانیم کشورها و سازمانهای دیگر را متقاعد کنیم که به حکومت تاجیکستان فشار بیارند و در صورتی پیروی نکردن از این حکم یا اینکه اطاعت نکردن از این حکم و اجرا نکردن آن، حکومت تاجیکستان رو مجبور کنند که این حکم رو پیروی کند و اگر نکرد حتما اون رو وارد یک سانکسیه ها یا لیست های تحریم تحریم کنند که بدون شک برای حکومت تاجیکستان که در یک حالت بسیار ناگواری اقتصادی و اجتماعی قرار دارد خیلی سنگین خواهد بود و طبیعی است که ما برای این تلاش خواهیم کرد، بخصوص برای وارد لیست تحریم ها کردن کسانی که در این جنایت دست داشتند و به این افراد بیگناه با دستگیری به واسطه یا با واسطه آنها زندانی شدند، آنها در لیست تحریم ها وارد می شوند و در آینده حتما باید که آنها در دادگاه های بین المللی به دادگاه کشیده شوند و این روندهایی هست که در آینده الکی گروه کاری تشکیل شده است و برای پیگیری روند بعدی، مرحله های بعدی این اجرایش حکم الکی کار را شروع کردند. از این پیش هم سازمان ملل متحد پرونده های 3 نفر از زندانیان سیاسی زید سعیدوف، بزرگمهر یاروف، محمد علی حید را دیده برآمده از مقامات تاجیکستان درخواست کرده بود که آنها را آزاد و جبران معنوی پردازد، ولی تاجیکستان نادیده گرفت. به این چی میگویید؟ بله، البته چند پیش چنین حکم درباره زید سعیدوف، محمد علی حید، بزرگمهر یاروف و پیشتر از اونم درباره اسکندرف، محمد روزی اسکندرف هم چنین حکم از طرف سازمان ملل صادر شده بود. ولی چون حکم صادر شده بود و اینها یک تعدادی کمی بود، زیاد جدی نمی گرفتن این را. ولی حالا که تعداد اینها با 15 نفر رسیده است در عموم و 15 نفر وقتی که طلب می شود که 15 نفر از زندان آزاد شود و مطمئنم که این در آینده بیشتر هم خواهد شد، این الکی برای خودش پیام دارد. طبیعی است که این دیگر یک مسئله یک نفر دو نفر نیست، مسئله یک جمعیت است که به خاطر اعتقاد، به خاطر فکر، به خاطر اندیشه اینها زندان شده‌اند. دیگر اینها همه با وجود این که حکومت تاجیکستان همیشه دعوا میکند که زندانی سیاسی ندارد، ولی طلب سازمان ملل اولین تأثیرش این است که اعتراف جامعه بین المللی بر این است که در حکومت تاجیکستان زندانیان سیاسی وجود دارند و حکومت تاجیکستان به خاطر اندیشه سیاسی، به خاطر دیگر اندیشی مردم را زندان کرده است. به همین خاطر مطمئنم که در آینده نه چندان دور این روند به مرحله جدیدی خود وارد می شود و الکی مرحله فشارها و تحریمها بالای مقامات خواهد بود که این به تاثیر نیست و مطمئنم کار به جای می رسد که الکی دیگر حکومت مجبور می شود به فکر آزادی و رهایی این زندانیان بیفتد و کاری کند که خودش را حداقل از تحریم ها یا اینکه از فشارهای بیشتر نجات دهد. این طبیعی است و ما باور داریم که فعالیت بعدی گروه کاری که امروز در چند روز پیش شکل گرفته است در آینده این وضعیت رو برای حکومت تاجیکستان به وجود خواهد آورد. تشکر به شما که با ما بودید. سلامت باشید. خداوند یار و نگهدارتان باشد و با آرزوی آزادی تمام زندانیان سیاسی و اعتقادی در کشور عزیزمان. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب عمده مخالف و تنها حزب سیاسی در زمینه جمعیت‌های دینی تشکیل یافته در آسیای میانه محسوب می شود. این حزب 20 اپریل سال 1973
از طرف مرحوم سید عبدالله نوری، محمد جان غفرانوف معروف به قاری محمد جان، نعمت الله ایشانزاده، خالد عبدالسلام و قلندر صدرالدینوف با نام نهضت جوانان پایه گذاشته شد و در سالهای شوروی به طور پنهانی فعالیت میکرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما 26 اکتبر سال 1991 در تاجیکستان ثبت نام شد و تا 29 سپتامبر سال 2015 در حدود تاجیکستان رسما فعالیت کرد. سنه 22 سپتامبر سال 2015 به سود عالی جمهوری تاجیکستان عریضه دعواگوی پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره تشکیلات تروریستی اکستریمیستی اعتراف نمودن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قطع فعالیت و برهم دادن آن در حدود جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید. همگی بعد 6 روز سنه 29 سپتامبر سال 2015 با حلنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان عریضه پروکورور گنرالی قانع کرده شده فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو کشور رسما قطع و حزب همچون تشکیلات تروریستی اکستریمیستی عنوان شد. مقامات سعودی که در تاجیکستان بررسی و محاکمه یک پرونده مأموری را ماه و سالها کشال می‌دهد، در دوام یک هفته بدون هیچ بررسی و تحقیق حکم ممنوع اعلان کردنی به قوت‌ترین حزب سیاسی مخالف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را صادر کرد. طبق معلوماتی که دسترس پیام شده است، روند ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در حال بررسی با نفوذترین سازمان‌های بین المللی دفاع حقوق بشر قرار دارد. نفری که به ما این معلومات را داد گفت به زودی چگونه غیر قانونی و بدون رعایت ترتیبات بررسی پرونده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جانب سود عالی تاجیکستان ممنوع اعلان شده است پیشکش جهانیان خواهد شد. به قول پفک به کفیدن شروع کرد. برنامه ما ادامه دارد. حالا از چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم صفیه گزارش می‌دهد. 10 دانشجوی تاجیک در شهر ووهان چین باقی ماندند. 7 نفر از آنها بنابر داشتن تب بلند مورد تشخیص قرار گرفتند و از سفر آنها پیشگیری شده است. در این باره مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داده گفته است همچنین 3 نفر دیگری دانشجویان تاجیک با خواهش خود از سفر به تاجیکستان خودداری کردند. وزارت گفته است منع دانشجویان از سفر معنای گرفتاری بیماری کرونا ویروس بودن آنها را ندارد. طبق طلبات کرانتینی که در شهر ووهان جاری است، نفرانی که تب بلند دارند در حالت کرانتینی قرار داده می شوند. گفتنی است صبح 11 فوریه هواپیمای مخصوص 46 شهروند تاجیکستان را از ووهان به دوشنبه آورد. آنها در آسایشگاه خرنگان ناحیه ورزاب دوام 2 هفته در حالت کرانتینی فرا گرفته می شوند. امسال در ولایت سوخت بار اول عید کارتوشکا تجلیل می شود. در این باره خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت اطلاع می دهد. طبق منبع بار اول عید کارتوشکا را که یکی از محصولات مورد نیاز اول دانسته می شود در ولایت سوخت برگزار خواهند کرد. رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده برگزاری عید کارتوشکا را برگرفته از سپارش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جهتی در 5 سال من بعد به 1 میلیون تن رساندن حاصل کارتوشکا ارزیابی نموده است. رجب بای احمدزاده به شخصان متصدی از جمله رهبریت جمعیت اتفاق مطلوبات ولایت سوخت برای در سطح بلند تشکیل نمودن نمایش‌ها سپارش‌های مشخص داده است. کمیته زنان و عائله تاجیکستان یک کارمندش را در رابطه به قضیه نیلوفر رجب و تنبیه داده است. در این باره صباحت محمدعلی و یک مسئول کمیته زنان و عائله تاجیکستان ضمن نشست خبری این نهاد خبر داده گفت این مسئله در یک جلسه نزد رئیس کمیته بررسی شده. کارمند یکی از بخش‌های آن که در معرکه فهماندهی به نیلوفر رجب و شرکت داشت برای رفتاری نادرست با این ساکن دوشنبه تنبیه گرفت. محمدعلی و نگفت که نفری تنبیه گرفته کیست، اما ظاهراً سخن درباره رعنا عبداللهیو می رود. صباحت محمدعلی و گفت رفتاری کارمندی که از جانب زیرساختاری ما بود نادرست بود. طور این زن گفته بود از دستش کشیده بردند و این طرز باید کاربری نشود. شأن و شرف انسان باید پایمال نگردد. اطمینان داریم که من بعد این گونه حادثه ها رخ نمی دهند.
قضیه بازداشت و حاضر کردن نیلوفر به اداره پلیس در ماه دکبر گذشته سر و صداهایی را به میان آورد. نیلوفر رجب و پس از بیرون شدن از اداره پلیس قضیه خود را رسانه‌ای کرد و از خشونت و آزار از سوی پلیس به دادستانی کلی تاجیکستان شکایت برد. اما روز 18 دکبر دادگاه ناحیه سینای پایتخت نیلوفر رجب را بر اساس شکایت رعنا عبدالله و مدیر شعبه کار با زنان و عائله حکومت ناحیه سینای پایتخت با گناه میده اوباشی 550 سومانی جریمه بست. نیلوفر بعداً از این حکم به دادگاه شهری دوشنبه شکایت کاساسیونی برد، اما روز 22 ینور دادگاه آن را به تغییر گذاشته است. دانشگاه پنسیلوانیای ایالات متحده آمریکا ریتینگ مرکزهای تحلیلی Global Go-To Think Tank Index Report 2019 را معرفی نمود که در آن مرکز تحقیقات استراتژی MTS نزد رئیس جمهوری تاجیکستان جا داده شده است. در ریتینگ مرکزهای تحلیلی در آسیای مرکزی، مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میان 63 پژوهشگاه تحقیقاتی و تحلیلی آسیای مرکزی زینه 37 را اشغال نموده است. مرکز تحقیقات استراتژی در مقایسه با سال گذشته یک زینه بالا رفته، نشان دهنده ها را نسبت به سال 2017 در 4 موقع بهتر نموده است. سال 2017 مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در بین 63 مرکز تحقیقاتی کشورهای آسیای میانه در زینه 40 قرار داشت. در ریتینگ اینچنین در زینه 57 گزارش مرکز بازار آزادی تاجیکستان جای داده شده است. این مرکز در مقایسه با سال گذشته 2 زینه بالا رفته، نشان دهنده ها را نسبت به سال 2017 در 5 موقع بهتر نموده است. سال 2017 مرکز بازار آزادی تاجیکستان یک زینه بالا از آخران در زینه 62 قرار داشت. مؤلفان ریتینگ اینچنین حساب کردند که در تاجیکستان 7 مرکز تحلیلی فعالیت می‌کنند. در گزارش آورده شده است که در قزاقستان 31 مرکز تحلیلی، در قرقیزستان 28، در ازبکستان 12 مرکز فعالند. ترکمنستان به ریتینگ شامل کرده نشده است. از روی شمار مرکزهای تحلیلی، تاجیکستان بین کشورهای آسیای میانه در جای از همه آخر قرار دارد. تماشابینان ارجمند، به نهایت برنامه امروز رسیدیم. به شبکه ما آبونه شدن و نوشتن نظر خود را فراموش نکنید. پخش تگمه لایک و زنگوله الهام کاری ما و امکاناتی از هر رویداد و حادثه با خبر شدن شما را فراهم می کند. رقم تماس با ما توسط واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام 49 15 16 46 15 947 با ما باشید. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.